أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین حدیث 558 میگوید و عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی الله عنهما قالت، یعنی که از اسماء دختر ابوبکر رضی الله عنهما روایت است که گفت قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من، یعنی که رسول الله برای قیسنگلش حضرت اسماء گفته است که لا توکی فیوکا علیکی، لا توکی یعنی سختگیری نکن، یعنی که بخیلی نکن در دادن مال، فیوکا علیکی پس سختگیری کرده می شود بالای تو، پس داده نمی شود برای تو مال، یعنی که اگر تو بخیلی کردی و مالت رو ندادی پس برای تو همچنین سختگیری کرده می شود، برای تو هم مال داده نمی شود، یعنی الله سبحانه و تعالی برای تو رزق نمی دهد وقتی بخیلی میکنی. و فی روایتین در یک روایت دیگر آمدگی است انفقی، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسماء دختر ابوبکر یعنی قیسنگلش رو گفت که انفقی یعنی انفاق کن، او انفحی او انضحی، همش به یک معنی هستند، یعنی که انفاق کن، بخشش کن، هدیه بکن، یعنی مقصد که صدقه بکن. ولا تحسی فیحسی الله علیکی، ولا تحسی یعنی که حساب نکن، مقصد از حساب کردن یعنی که کنسکی نکن، فیحسی الله علیک پس الله سبحانه و تعالی برای تو حساب میکند، یعنی که وقتی که شمرده دادی، اهمیت دادی، سختی کرده دادی، الله سبحانه و تعالی برای تو همینطور کم میتید. ولا توعی فیوعی الله علیکی، پس ولا توعی یعنی که تو ذخیره نکن، مقصد از ذخیره در جمع چنین بخیلی است، و بخیلی نکن، فیوعی الله علیکی و باز میدارد الله سبحانه و تعالی از تو، و ذخیره میکند الله سبحانه و تعالی از تو، یعنی که از تو باز میدارد اون مال را. فهمو، یعنی که مقصد که صدقه بکن، چطور که در حدیث دیگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که با صدقه دادن مال انسان چی میشود؟ زیاد میشود. خب این بود حدیث 558. بعد از این حدیث 559 و عن ابی هریره رضی الله عنه انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است هر آینه وی شنید از رسول الله صلی الله علیه و سلم که می گفت، رسول الله می گفت که مثل البخیل والمنفق، یعنی مثال برای انسان بخیل و برای انسانی که سخی است، منفق است، یعنی انفاق کننده و صدقه دهنده است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث انسان بخیل و انسان سخی را مثال میزند، میگه که کمثل رجلین علیهما جنتان من حدید من ثدیهما الى تراقیهما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که کمثل رجلین، انسان بخیل و انسان سخی میگه با مثل دو مرد هست که علیهما جنتان، یعنی که اون دو مرد لباس دارن، جنه گفتد یعنی که تنپوشی من حدیدین، میگه که همون تنپوش هم لباسشان از آهن است. دو مردی که لباسای آهنین دارد، من ثدیهما الی تراقیهما، یعنی که از سینه هایشان تا گلوهایشان هست، یعنی که تقریبا یه وجب برای بگیم لباس دارد، یعنی که از سینه، از کندک سینه تا گردن شد. فاما المنفق، پس اما میگه انسان سخی، فلا ينفق الا سبغت، پس انفاق نمی کند مگر اینکه بزرگ می شود. فلا ينفق را میشه ترجمه نکردیم قطعی الا، فینفق سبغت یعنی که انفاق می کند پس بزرگ می شود، یعنی صدقه دادن میگیرد، همون لباسی که از سینه‌اش تا گردنش بود همون لباس کلان شدن میگیرد. او وفرت علی جلده حتی تخفی بنانه، او وفرت یا که کشاد می شود همون لباس، یعنی صدقه دادن میگیرد،
کشاد می شود علی جلدی، یعنی بر پوستش، یعنی در بدنش، در همون لباس کلان شدن میگیرد. حتی تخفی بنانه، تا این که هم کلان شدن میگیرد، یعنی از سینه‌اش بود همین میگه علی بنانه، میپشاند بنانش را، که سر انگشتان پایش را، که کلان شده رفتن میگیرد. وقتی صدقه دادن میگیرد همین کلان شده رفتن میگیرد. و تعفو و اثره، و تعفو یعنی که میپوشاند یا که از بین میبرد اثرش را. مقصد از اثر یعنی پی پایش را، یعنی که لباس چنان دروغ بگیم لباساش چنان کلان میشود که در زمین شکیده میره. وقتی در بالای قمره میگردد اون پیای پاش این لباس پشانده رفتن میگیرد، فهمو؟ بگیم همون پیای پا را از بین بردن میگیرد. این معنای اصلیش است. اما مقصدش چی است؟ مقصدش صدقه را دادن میگیرد، اون صدقه گناهاش از بین بردن میگیرد. مقصد از پی پا، مقصد از اثر، یعنی که چی؟ گناهاش از بین رفتن میگیرد. این انسانی سخی است، انسانی منفق است که صدقه دادن میگیرد، اون لباس کلان شدن میگیرد و گناهاش از بین رفتن میگیرد. و اما البخیل، اما بخیل چی؟ اما بخیل میگه فلا یرید ان ينفق شیئا، پس نمیخواهد که یگان چیز صدقه بتید، صدقه دادن دوست نمیدارد. الا لزقت کل حلقه مکانها، مگر اینکه میچسبد هر حلقه در جای خودش. همون لباسش بگیم لباس آهنی بود، هر یتش بگیم حلقه کی که بود، اون حلقه ها در جای خودشون میچسبیدن. فهو یوسعها فلا تتسع، پس اون انسان میکشد، یوسع یعنی که میکشد، فلا تتسع، اون انسان بخیل لباسش وسیع نمی شود، کلان نمی شود. هرچند میخواد که کلانش کند، زیرا که جقیده ایستاده است، اما میگد اون کلان نمی شود. این هست حالت انسانی که انسانی بخیل. پس از این حدیث بعضی علما میگیرن و بعضی حدیث های دیگر هم که مقصد میگه اتوک درزمال کردن است، که اون انسان سینهش درزمال کرده می شود در روز قیامت با اون مالایی که جمع کرده است و انفاق و صدقه نداده است. این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 560 و عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب، یعنی هر کسی که صدقه بتید بعدل، یعنی به اندازه تمرتین، یعنی به اندازه یک خرما، من کسب طیب، از مال حلال، از کسبی، از کاری که مهنت و زحمت بکشد و طیب باشد یعنی حلال باشد، از کار و از زحمت کشیده حلال خودش یک خرما اگر صدقه بتید، فلا یقبل الله الا طیبا، پس قبول نمی کند الله سبحانه و تعالی مگر طیب رو، مگر حلال رو. یعنی الله سبحانه و تعالی مال حلال صدقش قبول می کند. فإن الله یقبلها بیمینه، پس میگه این انسانی که زحمت کشیده از زحمت حلال خودش صدقه که میتید، پس میگه فإن الله، پس هر آینه الله سبحانه و تعالی یقبلها، قبول میکند انا همین صدقه دادگی از مال مهنتش رو، از مال حلالش را. بیمینه، قبول میکند با چی؟ با دست راستش. الله سبحانه و تعالی با دست راستش این صدقه را قبول میکند. ثم یربیها لصاحبها، بعد بگیم تربیت میکند همین صدقه را برای صاحب خودش، یعنی که بگیم کلانش میکند و به وایه میرساند این صدقه را برای صاحبش. کما یربی احدکم فلوه، چی طوره که تربیه میکند هر یکی از شما فلوش را، فلو یعنی که تایچهش را، یعنی که بگیم مال میده را تربیه میکنی بگیم نگاهش میکنی تا اینکه کلان شود. پس الله سبحانه و تعالی انا همین صدقه این انسان را به دست راستش میگیرد و نگاه میکند تا اینکه کلان شود. میگه حتی تکون مثل الجبلی، به اندازه ای که میباشد مثل کوه، یعنی که آهسته همین الله سبحانه و تعالی این صدقه از مال حلال نگاه میکند، این صدقه به اندازه کوه میگردد. الله سبحانه و تعالی این طور میگرداند صدقه را برای صدقه که از مال حلال و از زحمت
حلال باشد. این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 561 و عنه، یعنی از وی روایت است، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه، عن النبی صلی الله علیه و سلم، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که ابو هریره رضی الله عنه از پیغمبر روایت کرده، میگوید که قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: بینما رجل یمشی بفلات من الارض، زمانی که، بینما یعنی زمانی که، رجل یمشی، مرد پیاده روی میکرد، بفلات من الارض، به یک صحرای، در یک زمین در صحرا، در یک بیابان، در یک بیابان یک مرد راه میرفت. فسمع صوتا فی سحابة، پس شنید آواز را از ابر. فی در اینجا به معنای مین است، یعنی از صحابه یعنی که ابر، از ابر میگه این مرد پیاده میرفتگی آواز را شنید. اون آواز چی بود؟ اون آواز میگفت که، ابر را میگفت که اسقی حدیقه فلانین، یعنی آب بده باغ فلانی را. نام یک شخص را میگه گرفت، ابر گفت که آب بده باغ فلانی را. فتنحى ذلك السحاب، پس میگه یک جانب رفت، فتنحى یعنی کناره رفت، یک جانب رفت، ذلك السحاب یعنی همون ابر، همون ابر میگه یک طرف رفت، باز طرف همون باغ یعنی. فافرغ ماءه فی حرتین، پس خالی کرد ابر آبش را، فی حرتین در یک سنگزاری، در بالای سنگ، بگیم کوه سنگی دیگه، در جایی که سنگ است در همون جرف میگه و این ابر آبش خالی کردن، در همون جرف بارید، باران بارید. فاذا شرجة من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله، پس ناگهان، فاذا پس ناگهان دید همین مردی که پیاده روی میکرد، شرجتون جویبار را، شرجه جای آب میرفتگی را، جوی را دید، میگه که من تلک شراج، از همون جویبارهایی که در بین سنگا بود. قد استوعبت ذلك الماء كله، واقعا میگه استوعبت یعنی در خودش گرفته بود، یعنی آبها همه جمع شدن از سنگا و همه جویبار در می آمدن. الماء كله یعنی همه آب، همه آب باریدگی همش در جویبار بگیم جاری شدن، رفتن شروع کردن. فتتبع الماء، پس میگه همین مرد از پشت آب رفت. این آب کجا میرفته باشه؟ از که شنید که بگم باغ فلانی را آب بده، این آب در این باران در بالای سنگا بارید، اکنون این آب کجا میره؟ گفته این مرد کنجکاو از دنبال همون آب میگه روانه شد، رفت. فاذا رجل قائم فی حدیقته، پس ناگهان دید مرد را که چخت است، فی حدیقته در پیش باغش، یا مرد را دید که در پیش باغ انتظار آب است. یحول الماء بمسحاته، پس این آب رو میگردانید با مسحاتش، با کتمانش، بگیم با بیلش، با همون آلتی که بگیم جویبار کنده میشود آب را گردانده میشود، با همون میگه آب به طرف خودش میگردان، به طرف باغ خودش. فقال له، پس همین مردی پیاده میرفتگی، اون مردی در پیش باغش ایستادگی را گفت: یا عبدالله ما اسمک، گفت ای بنده الله نام تو چی است؟ قال فلان، یعنی نامش گفت، نام فلانی است. للاسم الذي سمع في الصحابه، یعنی همون اسم را کی، همون اسم را گفت کی، همون نام را گفت کی شنید از ابر، این همین مرد از ابر شنیده بود، همون نام میگه ذکر کرد. فقال له، پس میگه گفت وی را، یعنی همین مردی در پیش باغ ایستادگی، اون مرد آمدگی را گفت که یا عبدالله لما تسألونی عن اسمی، گفت ای بنده الله چرا تو من را از نامم پرسیدی، یعنی نام من برای تو چی تعلق داشت و چی لازم بود. فقال، پس میگه اون مردی پیاده آمدگی گفت که اینی سمعت صوتا فی السحاب الذي هذا ماؤه یقول، گفت هر آینه من شنیدم آواز را از ابر که این آبش هست میگفت، همون ابر میگفت، یعنی که من از همون ابر که حاضر آبش به پیش تر آمده ایستاده است شنیدم که میگفت که اسقی حدیقه فلان لاسمک، میگفت که آب بده حدیقه باغ فلانی را، یعنی که لاسمک یعنی به نام تو ذکر میکرد، این نام تو را گرفته این گپ را گفت. فما تصنع فیها، پس میگه اون مرد پیاده آمدگی گفت که فما تصنع فیها، یعنی چیکار میکنی تو در این باغ؟
یعنی که این باغ تو چی زحمت ها میکشی و چی کار میکنی یا که آینده در چی صرفش میکنی که از ابر من این سخن رو شنیدم. فقال، پس میگه اون صاحب باغ گفت که اما اذا قلت هذا، اما گفت چون که تو این سخن رو برای من گفتی، یعنی که اکنون تو دیگر از سیر خبردار شدی که تو از ابر آواز شنیدی، نام من رو شنیدی، فإني انظر الى ما یخرج منها، پس گفت هر آینه من انظر یعنی نگاه میکنم، مقصد از نگاه کردن نمیسنجم، میکشم، بگیم الی ما یخرج منها، یعنی که آن چیزی که آن محصولاتی که از این زمین از این باغ میبراید، یعنی محصولات این زمین رو من بر میکشم، چنک میکنم. فاتصدق بثلثه، پس گفت من صدقه میتیم سه یک این زمین را، سه یک این محصولات زمین را، بگیم از سه قسم یک قسمش صدقه میتیم. و آکل انا و عیالی ثلثا، و دویم قسم این محصولات این باغ رو من گفت و خانواده‌ام میخوریم، استفاده میبریم، در زندگی ما صرف میکنیم. و ارد فیها ثلثه، و قسم سیمش را باز میگردونم به همین زمین، فیها یعنی که به همین باغ باز میگم، یعنی که برای زراعت کردن، یعنی که یک قسم دیگه شو با در همین باغ خودش صرفش میکنم، میارم مثلا میکارم و در خود باغ صرفش میکنم، یعنی که همین باغ را به سه قسم تقسیم کرده است و یک قسمش صدقه، یک قسمش برای خوردن، یک قسمش باز صرف میشده است در همون خودی باغ. پس از این حساب یعنی کشیده و بگیم جدی این کار رو انجام که میداده است، پس ابر امر شد برای چه؟ برای آب دادن زمین این شخصیت. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس این بود این باب و با همین باب به آخر رسید و باب نو شروع می شود درباره بخل و سختی و کنسکی. انشاءالله اونش را درس آینده خواهیم گرفت. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.